سلام دوستای عزیزم، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من و خیلی خوشحالم که با یه ویدیو دیگه مهمون خونه‌هاتون هستم و عیدتون هم مبارک باشه. بچه‌ها امروز می‌خوایم در مورد یه نسخه انحصاری و تولید محدود از مرسدس بنز اس کلاس با هم صحبت بکنیم و اون چیزی نیست جز مرسدس بنز S63 ای پرفورمنس که توسط برابوس تیونینگ شده. مرسدس S63 ای پرفورمنس جزو قوی‌ترین و لوکس‌ترین سدان‌های حال حاضر بازار و جدیدترین تیونینگ برابوسی ماشین رو به هایدروی 930 اسطوره بخاری تبدیل کرده. خودروی یاد شده برابوس 930 نام داره و عدد مذکور به قدرت تولیدی پیشرانه اشاره میکنه. موتور 4 لیتری V8 پلاگین هیبرید برابوس 930 حدود 1510 نیوتن متر گشتاور تولید میکنه. از نسخه استاندارد 128 اسطوره بخار قدرت و 80 نیوتن گشتاور بیشتری داره. قدرت عظیم خود رو به لطف ماژول پاور اکسترای برابوس به دست میاد. نیروی پیشرانه از طریق گیربکس 9 سرعته خودکار به تمامی چرخ‌ها منتقل میشه. به ادعای برابوس سدان 2.6 تنی مرسدس در 3.2 ثانیه از سکون به سرعت 100 کیلومتر در ساعت میرسه که 1 ثانیه بهتر از مدل استاندارده. حداکثر سرعت خودرو هم به 290 کیلومتر در ساعت محدود شده که رقم‌های فوق‌العاده‌ای محسوب میشه. ماشین جدید برابوس به لطف کیت بدنه جدید اسپورت‌تر از نمونه عادی به نظر میرسه، هرچند هنوز ظاهر ساده‌تری از نسخه‌های سفارش منصوری داره. فیبر کربن روی بخش‌های همچون اسپریتر جلو، بوردی‌های هوای سپر، جلو پنجره، رکاب‌های جانبی، اسپویلر و دیفیوزر عقب با 4 خروجی اگزوز دیده میشه. سیستم اگزوز برابوس به لطف سوپاپ‌های مجهز به کنترل فعال صدای هیجان انگیزی تولید می‌کنه. سدان لوکس برابوس از رینگ‌های 22 اینچی مونوبلاک پلاتینیوم ادیشن استفاده می‌کنه. سیستم تعلیق خود رو بسته به حالت رانندگی تا 10 میلیمتر ارتفاع رو کاهش میده. داخل کابین استفاده از پکیج موسوم به شاهکار رو شاهد هستیم. این پکیج شامل چرم با کیفیت در اکثر بخش‌ها میشه. دو نوع پیکربندی متفاوت برای کابین S63 ای پرفورمنس معرفی شده که یکی به رنگ مشکی و دیگری به رنگ آبی هستش. در هر دو نسخه فیبر کربن و نشانهای برابوس در همه جای کابین دیده میشن. همچنین میشه لوگوهای هریتیج و 77 دید که به سال تأسیس برابوس یعنی 1977 اشاره میکنن. برابوس میگه که قیمت خودروی جدید $443,000 اما ماشینی که توی تصویر مشاهده کردیم با قیمت $525,000 فروخته شده. قیمت مدل استاندارد مرسدس S63 ای پرفورمنس از حدود $228,000 شروع میشه. خب دوستان، خیلی ممنونم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. نظرتون رو حتما برام کامنت بکنید که برابوس بهتره یا مثلا تیونرهای بقیه مرسدس بنز مثل همین منصوری که اسمشو گفتیم. تا ویدیو بعدی میبینمتون و فعلا.